گرانمایه‌ام، اونچه که در کلیپ پیش رو خواهید دید نخستین نشست شکوفان خداوند در اورشلیم هست. یارانی از گوشه کنار دنیا اومده بودن، خواهران و برادرانی که خداوند رو با هم نیایش کردیم و برای نخستین بار گروهی مسیحی ایرانی در ایرهشالوم یروشلایم خداوند رو نیایش کردن و شکوفان رو پایه گذاشتن تا شکوفنده میوه گوارای رهایی و نجات برای مردم آینده ایران زمین و همه پارسی زبانان جهان باشه. امیدوار هستم اون رو ببینید و ما رو در جریان بگذارید. واکنش شما چیست و شما چه کمکی میتونید بکنید به شکوفان خداوند در اورشلیم. خداوند پشت پناه شما باشه. Yes, dear brothers and sisters, whatever you will see is a short report of the first meeting of Shekufan Network Ministry for Persian speakers in Jerusalem from 29 May till 5th June 2017. And well, God's willing, you will enjoy it.